اگه فکر میکنی که فقط با بلد بودن فتوشاپ میتونی طراح خوبی بشی که باید بهت بگم دیدن این ویدیو برات واجبه. سلام، خوش اومدید به 5مین ویدیو یوتیوب من که خیلی خوشحالم که دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم، چون که تایم خیلی طولانی تری دارم واسه اینکه کلی بهتون توضیح بدم. و اینکه موضوع امروز ویدئوم اینه که 5 تا اشتباه رایجی که همه طراحی گرافیک دارن و اینکه من اون اشتباهاتو کردم. قطعا هممون این اشتباهاتو کردیم، ولی فرق حرفه‌ای با آماتور توی تکرار نکردن این است. 5 تا اشتباه که شامل طراحی بدون بریفه، یا اینکه عاشق طرح خودت باشی، یا استفاده از فونت‌های خیلی زیاد، یا اینکه ارائه خیلی ضعیفی داشته باشی، ارائه درست و حرفه‌ای نداشته باشی، و اینکه یا فضای خالی رو نادیده بگیری. مثلا بخوام برای هر کدومشون براتون مثال بزنم، من خودم یه لوگو داشتم که راجع به یه موتورسیکلت بود که توی صفحه اینستام فیلم و عکس ازش گذاشتم و همین توضیح رو خیلی با جزئیات بیشتر دادم. اینه که من از یک موتوری استفاده کرده بودم که قسمت بدن و پایی که روی موتور قرار میگیره از نیمرخ، عکسش رو اینجا میذارم، خالی بود و اینکه استفاده از فضای منفی کرده بودم در واقع، و دوباره یک کلا کاسکت مشکی و بالای موتور گذاشته بودم تو حالت نیمرخ که مشخص باشه. حالا میگم عکسش اینجاست. و اینکه مشتری اینو دوست نداشت، چون که احساس میکرد این خوانا نیست، در صورتی که الان طرح‌ها اینجوریه به این سمت داره میره که خلاصه میشه، مینیمال میشه. و اینکه وقتی ما میایم از فضای خالی یا فضای منفی به اصطلاح استفاده میکنیم، دقیقاً تو اون لحظه این که داریم از گلدن تایمش استفاده میکنیم و ذهن بیننده رو درگیر میکنیم و این کار دقیقاً باعث جذاب‌تر شدن طرح خودمون میشه. و اینکه طراحی بدون بریف یعنی چی؟ بدون بریف اینکه من میخوام یه دونه پروژه رو استارت بزنم و اینکه شروع میکنم مستقیم به طراحی و همین باعث میشه که خب خیلی مشکل به وجود بیاد، یا اینکه طراحی که انجام دادی به چشم مشتری نیاد. حالا بریف یعنی چی؟ بریف به معنی جا افتادن میشه توی طراحی گرافیک. و اینکه من شروع به طراحی که میکنم از مشتریم شروع میکنم به سوال کردم، اینکه مخاطب هدفت کیه، یا به چه لوگوی علاقه دارید، یا اینکه از چه لوگوی خوشتون نمیاد، و اینکه میخواید توی بسته‌بندی استفاده کنید لوگو واسه اینکه رنگ یا سبک خاصی تو ذهنشون اگر هست، یا اگه طرح خاصی رو پسندیدن برام بفرستن که من بتونم توی همون مسیر درست طراحی رو ادامه بدم و شامل چند تا طراحی نشه. یعنی خودم تازه نمیم طراحی مختلف رو بهشون نشون بدم که بین اونا انتخاب کنن، و اینکه رقیباشون کیان، چه لوگویی دوست دارن، و با همین سوالا میفهمین که طراحی به کجا قراره بره، کدوم سمت قراره بره. و اینکه وقتی اینا همه مشخص میشه، همین این سوالا باعث میشه که ما به یه جواب درست برسیم، و همینجاست که توی طراحی ما نصف راه رفتیم. طراحی خوب بدون ارائه خوب یه کاری نصف نیمه است. مثلا تا حالا براتون پیش اومده که یه کاری رو تحویل بدید، به نظر خودتون طراحیش عالی باشه، ولی کارفرما اونقدر که باید خوشش نیومده باشه؟ برای خود من پیش اومده. من برای اینکه واضح باشه برای همه مشتریام، مثلا به من توی پیجم پیام میدم برای طراحی لوگو یا کارت ویزیت. مثلا این مورد که برای خود من پیش اومد راجع به کارت ویزیت بود. البته میتونه روشی که انجام دادم اشتباه هم نباشه، چون یه کارت ویزیت میخواست که موضوعش رو به هم گفت، و چون متن خیلی طولانی داشت و میخواست تمام آدرس های همه شعبه هاشون توی کارت باشه، 4-5 تا شماره تماس داشتن و لوگو داشتن و چیزای مختلف، متن زیادی داشت، و به خاطر همین من بهش گفتم که توی سیستم واسه طرحش رو از قبل میزنم، چون ازم پرسید که قیمتش چقدره، و من برای اینکه بدونم یه طرفه میخوام بهش قیمت بدم یا دو طرفه، بهش گفتم به نسبت همه این نوشتایی که داری و چیزی که توی ذهنته، طرحش رو توی سیستم میزنم، طرح خامش رو، که ببینیم اصلا یک رو میشه یا اینکه پشت رو باید طراحی بشه.
بعد نوشته ها رو جانمایی کردم، لوگو رو جانمایی کردم. نه یه جانمایی حرفه‌ای مثلا اینجوری که فونتای خاصی بزنم، نه فقط با یه فونت پیش‌فرض همه سیستما که آریاله یه فونتی رو انتخاب کردم، همه متناش رو جانمایی کردم با یه چیدمان معمولی و اینکه اون سمتش هم لوگو رو قرار دادم که مشتری بدونه که باید پشت و رو بشه و همه این اطلاعات یک سمت کارت ویزیت جا نمیشه. و مشتری این طرح رو دید، طرح خامو دید که توی بک سفید نوشته و حالا طرحش جانمایی شده و اینجوری بود که خدافظ، بابت این که فکر میکرد کارت ویزیتش قراره در نهایت همین شکلی باشه، ولی من فقط ماکتش رو زدم که بدونیم اطلاعات قراره که همه جو فشرده باشن یا اینکه دوست داره بیشتر مثلا بودتر باشه، حالا که انقدر براش مهمه دفاتر زیاده توی 2 جا باشه، پشت و رو باشه. یه وقتایی شاید مشکل از خود طرح نباشه، مشکل از ارائهش باشه، چون کارفرما ارائه خوب اونه که به کارفرما نشون بدی که توی دنیای واقعی لوگوش چطور زندگی میکنه و طراحی رو همینجوری روی زمینه سفید و خالی واسه مشتری نفرست. روی کارت ویزیت بسته‌بندی یا موکاپ جانمایی کن، اونجاست که همه چیز برای کارفرما عوض میشه. یه طراحی خوب بدون یه ارائه درست یه فایل ساکته، ولی با یه ارائه حرفه‌ای تبدیل میشه به تجربه و رویا. اما اگر حالا برعکس حرف قبلی که گفتم اومدم طراحی رو همینجوری با صفحه خالی فرستادم واسه مشتری، حالا همه اینا رو گفتم که تو موکاپ جانماییش بکنیم، ولی قبل از این موضوع واسه قبل از اینه که طرف بخواد ثبت بکنه طرحش رو، ما بخوایم همه این کارا رو انجام بدیم، طراحی کنیم، رنگ بندی و هویتش رو بسازیم و نمونه‌های مختلف بهش نشون بدیم، همه اینا اولین چیزی که از ما میگیره وقتمونه، انرژی که داره صرف این کار تلف میشه. و وقتی اون طرح ثبت نشده باشه باعث میشه که خیلی از آدما اون طرح رو مال خودشون کنن بدون اینکه ثبتش کنن، یعنی هزینه واسش پرداخت کنن و اونجاست که باخت میدن همه طرح‌ها. از یه طرف من به یه فایل صفحه سفید رو فرستادم واسه مشتری و فکر کرد که من قراره تا آخر همونجوری تحویلش بدم و منصرف شد. خودم هم تو این دوراهی گیر کردم. البته که وقتی نمونه های خیلی زیادی از ماها ببینن توی موضوعهای مختلف و اینکه طراحیامون با هم متفاوت باشه به این موضوع اعتماد میکنن، ولی به نظر خود من کارم درست بود که با وکیل سفید واسش ارسال کردم، چون اصلا دوست نداشتم از طرحی که 0 تا 100 رو انجام دادم یه اسکرین بگیره و با مثلا یه مبلغ خیلی کم بده به کسی که همون رو دوباره براش طراحی کنه، یعنی بره بگه که ایده از خودم، در صورتی که از خودش نیست، یعنی طرح کسی دیگه رو در واقع دزدیده، یعنی دزدیدن که فقط بالا رفتن از خونه کسی نیستش و دوست نداشتم اینجوری پیش بیاد. واسه من این بهتره که مشتری رو عدس بدم سر اعتماد تا اینکه بخواد از طرح من سوء استفاده کنه. اینجای موضوع واسم خیلی زور داره و این 2 تا دقیقاً تو تناقضن که بالاخره ما فقط یه لوگو نشون بدیم. حالا اون که بحث لوگوه، چون وقتی لوگو میاد ست مراقبه‌داری و هویت کارم ساخته میشه، اما یه چیزی مثل کارت ویزیت میگم من با این مشکل مواجه شدم و اینجوری تموم شد. اشتباه بعدی هم که استفاده از فونت‌های زیاده. من اینجا یه سری نمونه‌های تایپوگرافی دارم که همشون با فونت سر و کار دارن. ببینید ما بیرون تا دلتون بخواد چشمون درگیر نوشتاره و از اونجایی که نوشته ها خیلی زیادن، نه اینکه نوشته بد باشه، چون تعدادشون خیلی زیاده چشم مخاطب عادت کرده به نوشته و نمیخونه یا اینکه براش جالب نیستش اصلا. به همین خاطر وقتی که با یک طرح ترکیب میشه جذابیتش دوچندان میشه، چشمگیرتر میشه و اون تبلیغاتیه که مثبت و نتیجه میده و بازخورد خیلی خوبی داره برای تمام کسایی که در واقع کسب و کار دارن یا برند دارن. اینجا فکر کنم با دوربین رو بچرخونم چون تو سلفی برعکس میشه. البته این ادا در آوردن خودش برعکس هستش. ببینید
مثلا کلمه ادا در آوردن اینجا توی تایپوگرافی خب صرفا نشون داده شده که اداشو در آورده، انگار یک آینه این وسط هست و دقیقاً چیزی که این توی سمت مقابلش هم قرار گرفته. اینجا خب ما اینکه از فونت استفاده کردیم کار درستیه و اینکه ماجرا رو جمع کرده، اما طرح بعدی رو براتون نشون میدم. با اینکه فونت خالی کافی نیست، اما اینجا اینکه فقط فونت خالی باشه کفایت میکنه. مثلا اینکه اینجا یه دونه کفش قرار گرفته برای دک کردن زیاده رویه. چرا؟ چون که این کادر خودش داره کار یک شکل رو میکنه اینجا و دیگه نیاز نیست طرح اضافه‌ای اینجا قرار بگیره. یعنی این کفش دقیقا شده توضیح واضحات این طرح. و برای این کلمه به نسبت اسمی که داره فونت مناسبی استفاده شده، دقیقاً مثل خود کلمه شق و رق. یه سری فونت ها وقتی کنارشون یه آیکون کوچولو قرار میگیره یا نمادی از اون قرار میگیره خودشون رو خیلی بهتر میتونن متوجه کنن، جنس کلامشون رو انتقال بدن به مخاطب. مثلا مثل همین بادآورده که یک جهشی هم داره که دقیقاً یاد باد و دقیقاً شکل ریزی هم که داره خودش یاد برگ و باد و نسیم داره یاد مخاطب میاره. و همین که تو این تکست بار کج که اینجا ریخته به منزل نمیرسه. حتی تو این کلمات هم به نظر من این که فقط فونت استفاده شده مناسبه، که دقیقاً مثل خود معنی کلمه شل نوشته شده یا اینکه صفر توی قالب قرار گرفته، که اینجا هم حتی نیازی به این دنبلی که داره نشون میده اون صفر بودن رو نداره. بالش هم از همون کارهاییه که با یه خلاقیت کوچیک هم حسه رو منتقل میکنه، همین که طرح رو خاص میکنه. طرح چپ مثل طرح چپ که فقط فونت استفاده شده. چپ اسمیه که فونت به تنهایی براش کفایت میکنه. مثلا برای اتو میتونستم از اون سوراخایی که به صورت 8 دور تا دور کادر اتو وجود داره استفاده بکنم که کف اتو رو بیشتر نشون بده، که این با یه فتوشاپ کوچیک خیلی میتونست کار و طرح و قشنگترش بکنه. کلمه استقلال هم که به خاطر اون 4 تا گل معروف و اینکه نمره بگیرم از استاد طراحیم تو اون ساله که این طراحی رو انجام دادم، این طرح رو انجام دادم که میبینید اوکیش هم گرفتم و اینکه مثبتش هم گرفتم. این طرح مگسکوش از کارهای باحالیه که من واقعا دوستش دارم. هم اون حالت ضربه رو داره نشون میده و اینکه هم خود مگس کشه رو و هم مگسه رو که به جای سرکش گاف از بال مگس استفاده کردم. البته میتونستم از یک فونت نرمتر استفاده کنم که شکیل‌تر بشه. طرح جارو رو تغییر دادم و ادیت خیلی بهتری براش زدم تو آخرای ترممون، که ایدم این بود که چند مدل عکاسی کنم خود جارو واقعی رو و اینجا جانمایی کنم، که همین کار رو هم کردم. و آخرین طرحایی که واقعا به نظرم جالب بودن برای اون موقع ها اکثرا کلمه سلامت یا طرح خود سیب رو برای داروخونه ها یا کادرهای درمانی میبینیم که این طرح سیبی که این قسمت اجرا شده خود همون سلامت رو داره میرسونه. و جهانگرد که از عکس چشم استفاده شده برای نقطه و طرح جذاب. طرح چراغ الان که بعد از چند سال نگاهش میکردم میدیدم که با همه این کارهایی که اینجا انجام دادم همشون رو که فاکتور گرفتم و چک میکردم دیدم که واقعا این طرح از همشون خلاقانه تر بوده. چون اگه الان میشستم و این طرحی رو میزدم با ذهن بسته به ذهنم نمیرسید که نقطه‌های چراغ رو از خود چراغ واقعی بخوام استفاده کنم براشون. بالش هم از همون کارهاییه که با یه خلاقیت کوچیک هم حسه رو منتقل میکنه، همین که طرح رو خاص میکنه. طرح چپ مثل طرح چپ که فقط فونت استفاده شده. چپ اسمیه که
فونت به تنهایی براش کفایت میکنه. مثلا برای اتو میتونستم از اون سوراخایی که به صورت 8 دور تا دور کادر اتو وجود داره استفاده بکنم که کف اتو رو بیشتر نشون بده، که این با یه فتوشاپ کوچیک خیلی میتونست کار رو طرح و قشنگترش بکنه. کلمه استقلالم که به خاطر اون 4 تا گل معروف و اینکه نمره بگیرم از استاد طراحیم تو اون ساله که این طراحی رو انجام دادم، این طرح رو انجام دادم که میبینید اوکیش هم گرفتم و اینکه مثبتش هم گرفتم. این طرح مگسکوش از کارهای باحالیه که من واقعا دوستش دارم. هم اون حالت ضربه رو داره نشون میده و اینکه هم خود مگس کشه رو و هم مگسه رو که به جای سرکش گاف از بال مگس استفاده کردم. البته میتونستم از یک فونت نرمتر استفاده کنم که شکیل‌تر بشه. طرح جارو رو تغییر دادم و ادیت خیلی بهتری براش زدم تو آخرای ترممون که ایدم این بود که چند مدل عکاسی کنم خود جارو واقعی رو و اینجا جانمایی کنم که همین کار رو هم کردم. و آخرین طرحایی که واقعا به نظرم جالب بودن برای اون موقع ها اکثرا کلمه سلامت یا طرح خود سیب رو برای داروخونه ها یا کادرهای درمانی میبینیم که این طرح سیبی که این قسمت اجرا شده خود همون سلامت رو داره میرسونه. و جهانگرد که از عکس چشم استفاده شده برای نقطه و طرح جذاب. طرح چراغ الان که بعد از چند سال نگاهش میکردم میدیدم که با همه این کارهایی که اینجا انجام دادم همشون رو که فاکتور گرفتم و چک میکردم دیدم که واقعا این طرح از همشون خلاقانه تر بوده. چون اگه الان میشستم و این طرحی رو میزدم با ذهن بسته به ذهنم نمیرسید که نقطه‌های چراغ رو از خود چراغ واقعی بخوام استفاده کنم براشون. بچه در کل به نظرم همه این بالا و پایین شدن ها از روی تجربه است. این که ما هر چقدر کار انجام بدیم چه به نتیجه برسه چه نرسه، چه بتونیم یه قرارداد خوب ببندیم یا اینکه توی چند تا حتی شکست بخوریم یا حتی این اتفاقایی که میفته، مثلا حالا اتفاق خوب داریم، آدمای قدرشناس داریم، آدمای قدر نشناس داریم، یه جایی حق آدم ضایع میشه، در کل همه اینا کنار همه که باعث میشه که ما بخوایم رشد کنیم. و بازم میگم فرق یه طراح حرفه‌ای با آماتور اینه که توی تکرار نکردن اشتباهاشه، نه اینکه هیچ اتفاقی نیفته. اتفاقا میگن اشتباه رو کسی میکنه که کاری انجام میده، کسی که کاری انجام نمیده خب قطعا اشتباهی هم نمیکنه یا به تجربه خوبی هم نمیرسه، نتیجه خوبی هم نمیگیره. از این بابت ممنونم که ویدیومو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که ویدیوهای بعدی من دوست داشته باشید و من بتونم مداوم تو این چنل فعالیت کنم.